از دور سلام. به تو از دور سلام، از ینگ دنیا سلام. امروز اینجا روز حسین بود. به تو از دور سلام. امروز روز حسین دی هستید، عزاداری کنیم برای امام حسین. سالی یک روز، یکی دو ساعت مجوزی برای بالا بردن پرچم امام حسین در قلب نیویورک. ولی پرچم امام حسین رو تو نیویورک پرافراشته کنیم. التماس دعا داریم واسه همه برادران خواهرایی که این روز رو عزاداری میکنن واسه امام حسین در سراسر دنیا. عزادارا سعی کردن که موارد بهداشتی رو رعایت کنن. با ماسک نظری و تلاش عاشقانه‌ای برای اینکه بگویی به دیگری این حسین، این جان جانانه ما کیست. برای دوستم توضیح دادم حسین دی چه روزیه. هر وقت دلت گرفت بگو یا حسین. حسین دی روزی برای آنهایی که دور از وطن دلشان گرفته است. در امریکا طبق آمار غیر رسمی بیش از 2 میلیون شیعه زندگی می‌کنند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.